در تهیه سیب زمینی خسری میپیچیم لای زیر ورق، بعد که آماده شد میذاریم داخل مارکوفر، بعد روش ان میکنیم. بذار دستور عملشو بخونم. سیب زمینی بند زورق نمیپیچید، بعد میذارید داخل من زورق پیچیدم. نکن جان مادر آتیش نگیر. بازم خوبه فقط موج زد نرفت تو چونمون. چرا اینطوری شده؟ بذار بگیرمش. اوی خارج گویدم. اخ چجوری برش دارم؟ آها از دستکش استفاده میکنم. بازم خوبه اینجور مواقع مغزم میکشه. ای بر اینطوری. بذار بخورمش ببینم چی شده. نمک و برق و فلفل و همه چی با هم دیگه. اینم فلفل. این دیگه چه زهر ماریه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چیه؟ وای فضایی ها اومدن بکنن. نه داداش من میخواستم یه سیب زمینی درست کنم. این کارو نداده که من چی میگی؟ من حالیم نمیشه. به چه زمانی صحبت میکنی؟ اوی تفنگش واقعیه.